زیبایم گفتی کو؟ کسی را پسند نمیکنم گفتی کو؟ چی شد؟ چی شد؟ اکنون رویت نمی شود که با ما سخت گپ زنی ها؟ هی! من گفته بودم که برایشان دست نرسانید. از اکی نعمت خبر است؟ در عملیات وفات کرد گفتم. کسی جسدش رو دیده است؟ نه آقا. باید که برو نفروشد. سومن بیا. پرونده رو از نظر گذروندی؟ بله سردار. دختر بوده است. اکنون به تو امانت. با دقت کار کن سومن. دخترم جانم شوی، با دقت باش. دخترم به تو امانت. چیزی که از دستم باید میکنم، شما زیق نشوید. آشکارا میگویم عملیاتی بهت دشوار. شما رو ناز میفهمم. من هم 3 دختر دارم. سومن، اگر دخترم رو نجات داده نتوانید، من هم از این دنیا میروم. نمیتوانم. اجازت میشد من هم سلاح گرفته برای دخترم مبارزه میبردم. جانم را فدا میکردم. میفهمی؟ ما هم اگر لازم باید جانمون را فدا میکنیم. نگران نباشید. دخترم را با نزدم بیار. التماس وعده بده. التماس وعده بده که او را میاری. اکنون این کار کفالت ندارد. عملیات است. حتی تعیینات مخصوص کفالت داده نمیتواند که حالا دختر شما آنجا هست یا نیست. تو به من وعده بده دخترم با دستانی خود او را از آن باطلاق میبراری. وعده میدهم دخترتون را با دستانی خود به نزدتون میارم. همه دفترها، قیدها، علاقه ها همش در دست نعمت. اگر یگان چیز گوید میدونید چی میشود؟ خودتون میدانید. تیروتار میشویم. در بیرون دختری نو است. او را آماده کنید. اینش را به این حال آوردید. وایش را آرو تو را دهید. آخر اینها را ما میفروشیم. روی هاشون زیبا باید باشد. وگرنه چی طور میفروشیم؟ روزی با من شناس شدن را در خاطر داری زیبایک؟ یا لعنت با اون روز میخوادیم؟ با فکرم حادثه را به طور عمومی درک کردید. حالا عارف جزئیات عملیات را میفهماند. مرحمت دارم. سلامت باشه سردارم. ظریف مکانشان انا همینجاست رفیقم. قصر کهنه. بینا را آدمان مسلح محافظت میکنند. در تخانه این بینا کارخانه هست. در آنجا مواد مخدر استحصال کرده می شود و دختران فریب خورده را در همینجا زهرآلود میکنند و بعد به فروش میبرند.
Олда, چی گپ ها؟ من از این پلیتا نفرتم می آید. ببخشید سردارم. فهمیدیم خوب و لیکن کمتر آرام شو. همه آن ظالم ها در تخانه همینش مرا در غیرت گذاشته است. آنها در آنجا پنهان می شوند. تخانه آنجا نیستند آنها. ای بچه چیکار میکنی؟ حاضر از سردار تنبیه میشنوی؟ باید همیشه به تخانه قصر و بالاخانه بنا اهمیت داد. به این هم من از این جایها به حد نفرت دارم. البته ما تو رو نغز میشناسیم. گرد میزنی دادر؟ اما وقتی فکر کردی که مردم زار گریستی برادرم راز دست دادم به او من چیکار میکنم؟ بهترین رفیقم را گم کردم اکنون چیکار میکنم؟ خوب رفیقان، سخنی بد در دهان نگیرید. ملائکه آمین نگوید باز. برادران در این عملیات تلف نمیخواهم، فهمیده؟ عارف دوام ده. اطاعت سردارم. روز بخیر، به دنیای نو خوش اومدید. من در کجایم؟ با من چی شد؟ مرا سرده. تو چی کار کردن میخواهی؟ مرا سرده. من به تو باور کرده آمدم. باوری اگر از دو جانب نباشه چی خیلی که میبینی فایده ندارد. بسیار مینه همگی 5 مراتبه. بعد 20 دقیقه مثل پرنده ها آزاد میشه. با مادر دختر وعده دادم عارف. انشاءالله سامان. اگر با من چیزی شود دختر را تو با دستانی خودت به مادرش میسپاری. وعده بده عارف. سامان جان آخر در این حالت وعده دادن نمی شود. وعده بده عارف. مایدش وعده میده. مادامی که من مادر شده نمیتوانم برای فرزندان دیگران جان فدا میکنم. سامان کمی آرام شو. از حد زیاد به احساسات داده نشو. در رفت عملیات اشتباه نکنی. آخر دخترها را بوده میفروشند عارف. هرچی بادا باد من به آنجا رفته آن حیوان صفتها را نیست و نابود بکنم. آفرین دادا جون، عالی. رست و رست قدمی زیاد میگذارید. با دستگیری تو دختر جانم. برای ما یا برای تعینات مخصوص حرکت میکنی ساله؟ برای من مادر جون. شنیدی دخترم چی گفت؟ بسیار خوب. یعنی دیگر فکری به تعینات مخصوص برگشتن را نداری ها؟ در این خصوص جانکم با تو گپ زدنی بودم سعادت. من برای آموختن مذاکره چی حجت سپردم. چی؟ باز به درون تیر و توفنگ میروی؟ نمیخواهم ساله، هرگز نمیخواهم. دادا جون همین که راهش رو توانستید همه‌اش خوب میشود. دوام دهید دادا جون. شما میتوانید. موفق
وقت میشوی دادا جون. اقربچوب، اقربیک. گوش میکنم اقربچوب. کمیسر، از معلومات مدیده در اینجا بیشتر آدم است. فهمو اقربچوب. با دقت باشید شما را نبینند. راه گشاده است. اکنون چی فرمان می شود؟ نقشه چگونه است عارف؟ صبر کنید. اگر ما را بر وقت مشاهده کنند کارمان مشکل می شود. سردار، ترس مانندی موج رادیونی برای شنیدن صدا مانع می شود. چی؟ میگویم یک بار هجوم کنی. این را هم به تخانه برید. کار را آغاز کنید. خوب شده است. من در رخیب میشم. احتیاط باشید. خوش آمده اکا. از اکای نعمت و آل خبر نیست؟ بین دو روز جای را عوض میکنیم. همه دخترها را به جای لازم سپارید. در بالا یک جای دیگر است. حاضر میارم. او را هم آماده کنید. خوب، مایل شکر. از روی نقشه معمولی عملیات همه جای خود را اشغال کنند. فهما. خدا مددگارمان باشد. آمین. آمین. نشان زنها آماده باشند. اقربی اگو خواب چیکار آماده است؟ فهمو بسیار خوب. رفتیم. زودتر.
کارلوس آدمی در بالای بام بوده را آهسته بردار. فهمیدم سردارم. خدا مدد دارد. پلیس‌ها آمدن. هجوم میکنند. آنها را در پیش نگاه دارید. برای برآمدن همه آماده شوند. فهمید؟ لازم شود یک باید دخترها را میکشیم. این پیش روی آنها را میگیرد. خب. روگر این هم کار جمع شدیم دیگر در کار نیستیم. ساد زودتر. سومن تو اینجا باش. من به میان آنها میدوایم. من هم میآیم عریف. نه سومن. من به مادر آن دختر وعده داده بودم عریف. همه همراه او را نجات میدهیم لیکن حاضر تو با من نیا. میآیم. امر میدهم سومن. پلیس‌های قهرمان گوش کنید. ببینید این دخترها ببینید. درست‌تر نگاه کنید. برای به عقیب گشتنتان نشانه. عقیب گردید. سومن ای تو قهرمان دیوانه. احتیاط باش. سومن 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 چی شد سومن؟ خوب هستی؟ خوبم. باید عارف و دیگران را موافقت کنیم رفیقان. در طرفی راست است. احتیاط کن. زودتر باش. سومن از برای خدا چیکار میکنی؟ خودت را احتیاط کن. خوب هستی؟ خوبم من.
با مادری آباده داده بودن. دختر را باید نجات دهیم. تو را نجات میدهیم سومن. آرام شو. راهگر زودتر راهگر گذر گفتم. آنها رو سر دهید احمق ها. ای احمق تو فکری خودت رو کن. اقرب یک گوش میکنم. اقرب دو از دو طرف پرونده ایستاده. پیش رفتن نمیتوانیم. باید یکان کار دیگر کنیم. اقرب یک اقرب پنج اقرب یک اقرب پنج. اقرب پنج گوش میکند. در پناه ماشین از بین تیر پرانه گذاشتن مانعی آنها شده. اقرب سه بسر رول ماشین شیند. زودتر باشید. بیا می رویم. حمله میکنیم. منتظر نمیشویم. ای پروردگار، گویا تو این کم از رو میرونده باشی. در برادر صبر کن. بعد از 3 ثانیه با کم سوار میشوی. زود میرویم. دوام ده. زودتر درون چند نفرند؟ من از سیلو بلاسون ترسی ندارم. من از اسیران در خواتیرم. آنها با قوم نارحمان دخترک رو زد. اینها چگونه انسانند؟ من گیوانه شمندان انصاف و شفقت عقل و فراست ندارم. باید چیکار کنیم؟ حیات دخترک در خطر است. چیکار کردن این دیوانه معلوم نیست. اول با ماشین دقتی آنها را پریشان میکنیم و بعد یک جای عاجلا حمله میکنیم. فهمو. اقرب یک اقرب پنج منتظری شماییم. اقرب پنج اقرب یک. اکا این نابکار کلید رو نگرفت آمده است. جوره بسیار خوب. چی با درون در آمده از آنها کلید طلب کنم؟ اقرب سه اقرب یک 10 ثانیه پس آماده میشوید. اگر بولتا ما رو ناراحت نکند. کارلا زودتر باش. همه منتظری توییم. سیر جوره تو با کجا؟ من رفت کلید را گرفته می آیم. برادر آیا تو را خنک زده است یا اینکه به سر تو از هوا سنگ افکنده است؟ نه من خوبم. حمله کرده اونها را زده کلید را گرفته می آیم. ای برادر اگر به اونجا روی دیگر حجت به کلید میماند. ها؟ کمیسر عارف گفت که هر دویتون با کمر سوار شده حمله میکنید. یگان چیز رو میدونم. راست همین خیلی گفت. زودتر به حرکت در راه فرمان را شنیدی. تو یگان ذره انصاف داری. از خدا نمیترسی. به ناموس سرده. تو فکری خودت رو کن. حالا بید آنها علکه با دنیای دیگر رفتن. تو از من چی میخواهی؟ بسیار چیز نه. جون تو رو میخواهم. از برای تو شده با ما حمله کرده. تو را نظارت کرده با اینجا آمده. اگر وقتم میشد میدانستم که با تو چیکار کنم. مرا سرده. اینها رو گرفته ببنده. زود. سرده مرا. سرده.
ای سلاحات رو از پیش من دور کن. سه دو بولتا سلاح رو یک طرف کن. ناگهان دستت خطا نکند. باز یگان حادثه رخ ندهد. یک انا دیدی به کار در اومد. اکنون خاطرت جمع شد. برادر تو چرا سلاح رو به سوی من میکنی؟ عجب انسانی تنبلی، زیر فشار خوبتر کار میکنی. راست گفتی. برادر ما همشهری. تا با ما فشار نمونم کار نمیکنی. اقرب پنج، اقرب یک. گوش میکنم اقرب پنج. اکا کم از آماده است. همه یک طرف ایستاد. می آیم. رفیقان شنیده بولتا با ماشین میآید. همه آماده باشید. خواهش میکنم باز کار رو خراب نکنید. بس کن. چقدر گاز میدی؟ الان که مطار ماشین نموره جوره. بس کن. زودتر غی کن. مرا دیوانه میکنی. ای بولتا اگر تو بدم پری ماشین گذاره خوبتر میشود. بعضا سری تو هم خوب کار میکند. کارلوس زودتر شو. بولتا زودتر باشید. اینها کجا شدن؟ حیوان ها در تخانه کارهایی بد میکنید. حالا با شما نشان میدیم. آفرین. با اون هونیگر رجب را بینید پرواز کرده می آید. قهرمان جهان اوید به موتورسیکل رانی از سگی نمی باشد. حالا باشد نوبت قهرمانی اوید به کم از رانی باشد. کلی بیا. رجب خدا از تو راضی شود. پراندنگیر اینا با کار. زودتر. تسلیم به شما. ما پرنده. به زمین. خوب رو. کارلوس لبای شما از پیش گذارید. ما از پایان میدرویم. فهمیدم اکا. تخانه کجاست؟ با کم از آنجا دراییم. مایلش رجب همین طور میکنیم. تو میتوانی. آفرین. اگه به تخانه در آمدن نابود میکنیم. مایلش رجب اما اول باید اسیران را رها کنیم. اطاعت اکا. بیرون رو به خاک یکسان کردن. منتظر شوید. وقتی که به درون درآید حمله کنید. پراکنده شوید.
بهترین راهی به تعیینات مخصوص برگشتنم همین است. راستی گپ فکری خوب کرده ای. هم به خصلت من موافق است سردار. قبل از عملیات مذاکره کردن بسیار مهم است. اگر از امتحان با بهای خوب گذری و باوری دارم که البته میگذری، پس دویم باره تو را به کار قبول میکنیم. صالح. سلامت باشید سردار. تشکر زیاد. دخترها در تخانه باید درآمدگاه تخانه را یابیم. عارف درآمدگاه از طرف چپ بوده. فهمو ما با شما به پایان میرویم. شاهین شما با ما کمک کنید. تا اینجا را تمام نکنیم به پایان نمیرویم. وقت نداریم. حیات دختران در خطر است. من همراهی شما به تخانه میدرایم. شاهین خب نباشد ما قسمی بالا را تفتیش میکنیم. فهمو زودتر شوید. رفتیم. نمیدانم در پایان باشی روبرو میشویم. به هر حال باید رویم. از یک خواهش آرام باش. باز حیات خودت را زیر خطر نگذاری. مایلش آری زودتر باش. تو در اینجا ایستا محافظت کن. رفتیم. تسلیم شوید. یگان نامخولی نکنید. زودتر اسیران را آزاد کنید. زودتر. عزیزه؟ اپا بله من میباشم. من عزیزه هستم. عزیزه با مادر داده دادم. تو رو از اینجا نجات میدهم. نترس جانکی من. ما آمده مکن نترس مایلش. شما در محاصره اید. دیگر جای گریز ندارد. تسلیم شوید. شما چیکار میکنید؟ اکنون چیکار میکنید؟ بس کن. مرا گوش کن. دخترها سرده. به جای آمن میآید. سومن نرو. سومن تو چیکار میکنی؟ نه سومن نه. غزنیشه. سومن نکن این کار را. سومن هیچگاه با من بازی نکن. من برای تو اسیری خوبتر می باشم. دخترها سرده. عارف شاهین اینجا آدمی زیاد در کار نیست. تو همراهی ظریف استی کفایه. رفیقان دیگر به بیرون برآمده امنیت را تامین کنند. فرقت شما برای خوب شده است.
امنیت را تامین کنید. تنها گذاشتیم یا اینکه با او توجهی زیاد نکردیم؟ با او دوستی نکردیم، دوست و رفیق را از بیرون یافت. هرچی از دستم آمد کردم، خوراندم، پوشاندم. گفته آیا درست است. اما شایبی خودمان این حادثه به سرمان آمد. در این خانه را قلف کردیم. گمان کردیم که خانه‌مان در امنیت است. لیکن با واسطه کامپیوتر به خانه‌مان آدمی بیگانه در اومد. بس کن، خودت را به دست گیر. همون پلیس دختری که وعده داده بود. سومان؟ بله، با او باور میکنم. به وعده‌اش میایستد. دخترم رو نجات میدهد. رفتیم، همش ناز میشود. خودت را به دست گیر. بس کن. سومان، اپا التجا میکنم برای من شده خودتون رو زیر خطر نگذارید. بس کن دختر سرده. معلوم است که شما باز چی فکر و نقشه دارید. انا با اینجا آمده به زانو ایستا. بعد دختر آزاد میکنم. ای به ناموس، تو وضعیت خودت را مشکل میکنی. به زمین خبرم، به زمین. به زانو ایستا. به زانو. زودتر به زانو ایستا. زودتر شو، دختر رو سرده. خش زودتر، اجازه باشم خش. زودتر با این طرف، با این طرف. در طرف ما آدمی زیاد جمع شد. پس ما بازی میکنم. نابکار، دروغ گفتی. دروغ گفتم وظیفه ای من است. برای این کار جواب بدهی. ای باز اشتباه نکنی. ای بیشرف، اکنون چیکار میکنی؟ آیا تو گمان میکنی که برای تو چرخبال میاریم و تو با اون سوار شده به خلاهای بلند پرواز میکنی؟ همین خیلی گمان میکردی؟ همین خیلی فکر داری؟ خوابت را با آب گوی پلید. اینم فکری بد نیست، اما من فکر میکنم که همه یک جا به دوزخ میرویم. بنزین را مسئلهش نیست. ریس. اپا جون، ایزه آروم شو، آروم شو. بس داری همش نیست. رسید. حیوانی نابکار، عقلت در جاش نیست. بسیار خوبم. عقلم هم در جایش. همه را تایی زده نیست و نابود میکنه.
رفیقان زودتر آنها را پرانید. مرا فکر نکنه. باوری ندارم. نخواد که تو برای پالیس زیبا را حیف کنم. به شرف. سلام رفیق. سلام سردار. من گمان داشتم که در این مفصل آدم‌های زیاد به امتحان می‌آیند، اما چنانه که می‌بینم نه آنقدر داوطلبی زیاد آمده است. عادتاً چیزی با صفت کم می‌شود، اما کار بسیار را انجام می‌دهد. عزیزم آرام شو آرام. بنزین رو اسپریس. آری التجا میکنم یکم کار کنید.